میخواین داخل کالج هامبورگ تحصیل کنین؟ پس این ویدیو برای شماست. من سمیرام 1 ساله که آلمان زندگی میکنم و تو این ویدیو میخوام تجربه تحصیل در کالج هامبورگ رو باهاتون به اشتراک بذارم. چرا باید بریم کالج؟ چرا نمیتونیم مستقیم بریم دانشگاه؟ به این خاطر که آلمان دیپلم کشورهای غیر از اتحادیه اروپا رو کافی نمیدونه و اونایی که دیپلم کشورهای خارج از اتحادیه اروپا رو دارن باید 1 سال در کالج‌های آلمان تحصیل کنن. کالج هامبورگ در 2 نوبت در سال پذیرش میگیره. حالا برای درخواست دادن باید چیکار کنین؟ باید برین داخل سایتشون Studienkolleg Hamburg سرچ کنین داخل گوگل، اولین سایت وارد بشین، در قسمت درخواست کلیک کنین، مدارکی که اونجا ذکر شده رو آماده کنین و در همون تاریخ‌هایی که مشخص کرده براشون ارسال کنین. و همونطور که مطالعه کردیم متوجه میشین که ذکر کردن حتما باید داخل همون بازه‌ای که ذکر شده به دستشون برسه. مدارکی خارج از بازه به دستشون برسه بررسی نمی‌کنن. فرمی هستی چی باید به صورت آنلاین پر کنید. داخل اون فرم شما باید مشخص کنید که کدوم کورس میخواین شرکت کنید. حالا این موضوع مطرح میشه که من چه کورسی رو انتخاب کنم. نکته مهمی که هستش داخل سایت اگه مشاهده کنید کورس هایی که کالج هامبورگ ارائه میده توضیح داده شده. 4 تا کورس ارائه میده: و کورس، ت، ام و گ کورس. اینکه چه کورسی رو انتخاب کنید بسته به این داره که شما در آینده در چه رشته‌ای میخواین در دانشگاه‌های آلمان تحصیل کنید. چون که مثلا اگه شما برین رشته ریاضی بعد یک دفعه دلتون بخواد پزشکی تحصیل کنید نمیشه، این اجازه رو نمیدن بهتون. اگه دوست دارین که اقتصاد، مدیریت بازرگانی، حقوق، علوم سیاسی بخونید باید که و کورس انتخاب کنید. حالا اگه و کورس انتخاب کردین چه درسایی داره توی کالج؟ زبان آلمانی، ریاضیات، اقتصاد، زبان انگلیسی و مطالعات اجتماعی. اگه دوست داشتین برین رشته‌های فنی مهندسی تو دانشگاه تحصیل کنید باید ت کورس انتخاب کنید. چه درسایی دارین؟ فیزیک، شیمی، ریاضی و زبان آلمانی. برنامه‌نویسی هم بهتون آموزش میده. اگه دوست داشتین بریم پزشکی، دندان، دارو، دامپزشکی و غیره باید که ام کورس رو انتخاب کنید. ریاضی، فیزیک، شیمی، آلمانی و زیست شناسی دارین. اگه هم که به هنر علاقه دارین، به هنر، موسیقی، تاریخ دوست دارین بخونین یا زبان‌های خارجی دوست دارین تو دانشگاه تحصیل کنین باید که گ کورس انتخاب کنین. زبان آلمانی، ادبیات آلمانی، تاریخ، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی در این دوره در کالج تدریس میشه. من دیپلم تجربی داشتم توی ایران و توی مدرسه دولتی تحصیل کردم، اما برای ت کورس درخواست دادم و رفتم وارتلیست و بعدش اما خوشبختانه پذیرش گرفتم و سپتامبر ترم اول ما شروع شد. وقتی ما ترم اول بودیم روزهای اول کاملا کالج رو به ما نشون دادن، پله‌های اضطراری، سالن ورزش، بوفه، سالن کلاس آزمایشگاه، کلاس کامپیوتر. به ما گفتن که اگر نیاز به لپتاپ و یا آیپد داریم میتونیم درخواست بدیم، به صورت 1 ساله بهمون قرض میدن. بعد چند روز بعد بهمون کتاب دادن، قرضی بود. و بعد اینکه مشاور داریم داخل کالج، در صورتی که مثلا اگه خواستین راهکار بگیرین که چطور بهتر مطالعه کنید یا استرستون رو هنگام امتحانات کنترل کنید میتونید آنلاین ایمیل بزنید، ترمین بگیرید و مشاوره بشین. 5 روز در هفته میرین کالج ساعت 8:30 تا 3:30. اگه که روزهایی هم هست که کلاس کمتر داریم و خب زودتر میتونیم بریم خونه. 5 روز در هفته میریم کالج، هر روز هفته زبان آلمانی داریم، 4 روز هفته ریاضی داریم، 1 روز برنامه نویسی، 3 روز در هفته فیزیک و 3 روز در هفته شیمی. این مربوط به ت کورسه چون من فقط مال خودم میدونم. ما برای زبان آلمانی در طول ترم 2 تا امتحان سرکلاسی داشتیم که برای ترم اول لزن و هوگن بود. برای ریاضی، فیزیک و شیمی هم 2 تا کلاس داشتیم. ریاضی امتحانای سرکلاسی به این صورت بود که 80% ریاضی بود، 20%
مربوط به مباحثی بود که در کلاس برنامه‌نویسی به ما آموزش داده میشه. معلم برنامه‌نویسی و معلم برنامه‌نویسی و معلم ریاضیمون یه نفر بود. و اینکه امتحان سرکلاسی به این صورته که مثلا مباحثی که برای امتحان سرکلاسی اول خوندین دیگه توی امتحان سرکلاسی دوم تکرار نمیشن. ترم اول به این صورته که نمره پایانی ترم اول میشه 70% نمره امتحانات، میانگین نمرات امتحانات سرکلاسی 30% میشه فعالیت‌های کلاسی. فعالیت کلاسی توی دوران کالج خیلی 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 اهمیت داره و اینکه خیلی به صورت دقیق و عادلانه فعالیت کلاسی افراد ارزیابی میشه و نمره فعالیت کلاسی محاسبه میشه. تمرین حل میکنن سر کلاس، تمرین میدن داخل منزل حل کنیم. حضور مرتب خیلی مهمه. البته باید بگم که همینجوری نمیتونین غیبت کنین. غیبت بیشتر از 3 روز باید گواهی پزشک بیارین. غیبت میکنین باید قبلش ایمیل بزنین. و اینکه امتحانات رو نمیتونین غیبت کنین، باید حتما گواهی پزشک بیارین. یعنی دقیقا مثل مدرسه است. ترم اول هم مهمه هم مهم نیست. حالا چرا من این شکلی میگم؟ چون به نظر من ترم اول مهمه، چون خب نمراتی که ما میگیریم 5 و 6 نمیتونه باشه و اینکه تعیین میکنه که من آیا میتونم برم ترم 2 یا باید ترم اول رو دوباره تکرار کنم. اما مهم نیست. چرا؟ چون اگه من نمره قبولی رو بگیرم و برم ترم 2 دیگه تمومه. وقتی که من رسیدم ترم 2 همه نمرات ترم 1 هم پاک میشه و هیچ اهمیتی هیچ جا نداره. یعنی انگار که اصلا تو ترم 1 در آلمان نگذروندی، چون کاملا پاک میشه. فقط به خاطر اینه که تو بتونی بری ترم بعدی. ترم 2 به همین منوال بود، اما تعداد کلاس های فیزیک ما رو افزایش دادن و شیمی رو کم کردن. اما خب ریاضی و آلمانی همونطور بود. برای زبان آلمانی ما 2 کلازوها داشتیم، یکی شقایبن و یکی دیگه هم اشپقشن بود. اما اشپقشن به این صورت بود که از ما خواستن یک موضوع رو انتخاب کنیم، 10 دقیقه در مورد اون صحبت کنیم، ارائه بدیم و خب معیارهای خاصی باید می داشت. یعنی باید حتما موضوع چالش برانگیز بوده باشه و اینکه باید خیلی عمیق در مورد اون تحقیق می‌کردیم و خیلی عمیق توضیح می‌دادیم. یعنی توضیحات سطحی نمره خوبی نمی‌گرفت. و اینکه بعد از اینکه 10 دقیقه ارائه دادیم 5 دقیقه اگه اشتباه نکنم در مورد اون موضوع با بچه‌ها گفتگو می‌کردیم و اگه بچه‌ها سوال داشتن می‌پرسیدن رو. برای ریاضی هم باز هم 2 کلازوها داشتیم و به همون منوال. برای فیزیک چون تعداد جلسات ما بیشتر شده بود ما 3 کلازوها داشتیم. برای شیمی هم 2 کلازوها داشتیم. اما خب آزمایش‌هایی هم در طول ترم انجام می‌شد که باید برای اون آزمایش‌ها گزارشکار می‌نوشتیم و اون گزارشکار بخش از نمره سرکلاسی ما رو تشکیل میداد. ترم 2 خیلی مهمه، چون که نمره‌ای که در طول ترم 2 میگیریم 50% نمره پایانی رو تشکیل میده. 50% دیگه نمره همون امتحان معروف FSP است. حالا میرسیم به بحث شیرین FSP. قبل از اینکه توضیح بدم به چه صورت بود باید بگم که امسال برای ما یک امکان ویژه‌ای رو قرار داده بودن. اونم به این صورت بود که ما میتونستیم از بین فیزیک و شیمی یه درس رو انتخاب کنیم که آزمون FSP رو بدیم. درس دیگه همون نمره‌ای که من در طول ترم 2 گرفتم مستقیم بره وارد کارنامه بشه و برای اون درس آزمون FSP ندم. از اون جایی که مطالب فیزیک بسیار زیاد بود، هم ترم اول هم ترم دوم، و خیلی معلم ما عمیق توضیح داده بود، خیلی تمرین حل شده بود و من در خودم نمیدیدم که دوباره همه اونا رو در عرض چند روز بخونم. در نتیجه من گفتم فیزیک همون نمرات سرکلاسی و شیمی رو مطالب خیلی کمتر بود به نسبت فیزیک. شیمی ما FSP دادیم. من یعنی FSP دادم. در نتیجه به جای اینکه 4 FSP بدم 3 FSP دادم. زبان آلمانی، ریاضی و شیمی. زبان آلمانی و ریاضی برای کورس ها اجباری بود.
حالا میرسیم به غول ماجرا FSP. FSP واقعا اون غولی که فکر میکنین نیست. درسته باید هم مطالب ترم اول رو بخونین هم مطالب ترم دوم، اما سطح FSP واقعا متعادل بود. امسالی که من آزمون دادم سطحش واقعا متعادل بود، مخصوصا شیمی. و اینکه خدا رو شکر شیمی 5 تا معلم با هم طرح کردن سوالا رو، فقط معلم خود ما نبود. معلم خود ما حالت انتقام جویانه داشت و یکم واقعا امتحان سرکلاسیش سخت میگرفت. در نتیجه سطح FSP شیمی واقعا خوب بود. من نمره خیلی بهتر از امتحانهای سرکلاسی میگرفتم، خیلی راضی بودم. آلمانی و ریاضی هم همینطور. ریاضی کاملا سوالات از مباحثی بود که داخل کلاس تدریس شده بود. حالا بماند که معلم ما خوب نمیتونست درس بده و تمرین زیاد حل نمیکرد. خدا رو شکر که گذشت و تمام شد. زبان آلمانی هم خیلی خوب بود. بعد از اینکه آزمون FSP دادیم 1 ماه بعد نتایج رو اعلام کردن و 1 ماه بعد از اعلام نتایج ما رو به جشن دعوت کردن و مدرک رو بهمون تحویل دادن. و در این بازه های 1 ماهی که ما در واقع تعطیل بودیم و کاری نداشتیم، باید حتما کتاب ها و وسیله های الکترونیکی اگه داشتیم پس میدادیم. چرا؟ چون که اگه کتابی دستمون بود و یا لپتاپ و آیپد دستمون بود، مدرک رو بهمون تحویل نمیدادن. نکته‌ای که در پایان دوست دارم بهتون بگم اینه که من پیشنهاد میکنم حتما شانستون رو امتحان کنید. برای ثبت نام تو این کالج حتما درخواست بدین. من تجربه آزمون ورودی کالج های دیگه رو نداشتم، چون اینجا ثبت نام کردم و قبول شدم، مستقیم برای همین اومدم. اما دوستانم گفتن که وقت خیلی زیادی رو پشت آزمون های ورودی تلف کردن و از اینکه کالج هامبورگ قبول شدن خیلی خوشحال بودن. به نظر من هم بهتره که وقتمون رو صرفه جویی کنیم و خیلی سریع وارد یک کالجی بشیم، تموم بشه و سریع وارد دانشگاه بشیم. به نظر من نترسین، سخت اما شدنیه. حتما از فرصتتون استفاده کنین، برای این کالج درخواست بدین. و اینکه به نظر من از همین الان نسبت به FSP گارد نداشته باشین، خیلی استرس نداشته باشین. مراحل قبلتری هست که باید از اونها رد بشین تا به FSP برسین. به قول معروف در حال زندگی کنین. یعنی اول باید شما به این فکر کنین که پذیرش بگیرین، بعد خب کلازوهای ترم اول رو پاس کنین برین ترم دوم، کلازوهای ترم دوم و بعد FSP. در نتیجه از همین الان استرس نداشته باشین. ترم اولی که گذروندین وارد ترم دوم شدین، اون موقع با خیال راحت در مورد FSP فکر کنید و برنامه ریزی کنید. امیدوارم نکته رو جا ننداخته باشم. اگه سوال داشتین برام توی کامنت ها بنویسین، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. در کل تجربه خیلی خوبی بود. واقعا تمام معلم ها سعی میکردن کمک کنن. خیلی از مشکلات زندگی رو میتونستیم باهاشون در میون بذاریم. راه حلی اگه داشتن حتما از هیچ کمکی دریغ نمیکردن. و اینکه در کل کالج خیلی خوبیه. درسته یکم سخته، اما همه چی بستگی به خودتون داره. خیلی ها با نمرات خیلی خوبی فارغ التحصیل شدن. چرا؟ چون همه چی بستگی به خودت داره که تو چقدر تلاش کنی. همین، موفق باشین. خداحافظ.